سلام علیکم، محمد هم با یه ویدیو جدید اومدم خدمتتون. بچه‌ها توی این ویدیو با شخصیت فرانکلین یه ماشین درب و داغون سالمه، فقط لاستیکاش پنچره. امیدوارم که بلای دیگه یا سر ماشین بیاد. با این ماشین باید چند ساعتی رو بگذرونیم، یعنی نباید ماشین رو عوض بکنیم، نباید ماشین رو تعمیر بکنیم. کلا همه کاران رو باید با همین ماشین درب و داغون که جی کلاسه فکر کنم بنز جی کلاسه. بعدش چیزه، آره دیگه، این چیزه جی کلاس سبزه. الان خودتون بهتون نشون بدم. فقط لاستیکاش فعلا در حال حاضر داغونه. اگرم میخواین بفرمایید اصلا شیشه هاشم داغون بکنم. خب بچه ها داریم ماشینمون رو داغون میکنه. شیشه هاش سفته بابا، بشکن دیگه. خب این سمت یا بود چیکار کردی؟ آموزم ولی دمت کرد، داغون ترش کرد. خب داشت با خودم چیکار داریم؟ ماشین ها بدم داغون کن. خودم چیکار؟ طرف حسابت ماشین ها با من چیکار داری؟ کوف دیگه. پلاکش ساله. خب بچه ها بریم چراغای جلوش هم داغون میکنیم. در طول رانندگی چیزه. خب بچه اینو بهتون بگم که در طول رانندگی من اصلا نباید ماشین دیگه بخورم. از لاین خیابون شاید بتونم از اونها بشم، ولی نباید ماشین دیگه بخورم. روشن نمیشه. روشن میشه. واو. سلام داسیا زیا نوکرین مخلص همتون باش فرانک. من از تو خرابه. اینه که آهنگی که به ماشینم میاد. دیشب به دلم خلوتی داشتم، توی خلوت دل عالمی داشتم، هرچی بین ما بود بسیار سپاه. آخ خب بچه ها به در و دیوار میتونیم بخونیم مثلا فیو، یعنی نباید مثلا به جایی نقش ماشینی بخوریم. اینجا چیه؟ خب بچه ها هر کی این ویدیو رو لایک نکنه مهره مار داره. از خودم داره چی لایک نمی کنید آقا. اینجا این زحمت میکشید لایک چرا نمی کنید؟ بچه شروع کردم مهره مار نره لایک کنید. لایک چرا سرعتش کمه؟ حالا مستم و شنگولم، خیلی دوست دارم مستم و شنگولم. خب چیکار کنیم؟ میام اینجا یهوی نه اوه. ببین خانم‌ها رو زیر بگیریم. آقا رنگ قرمز نیاز داشت ماشینم، مجبور شدم به جای رنگ قرمز خون بمالم بهش. کار بدی کردم. میام بچه این ماشین نمیره که. بچه ببین باک بنزینش، این
مدت زمان این ویدیو خیلی کوتاهه، الان تا الان 4-5 دقیقه است. خب بنزینش ریخت بچه ها، ما میریم. بنزینش هم رسه بچه ها، ماشین روشن نمیشه. خب بچه ها رسه. خب بچه ها پشت سرم ماشینم، الان من بمونم ماشینم آتیش میگیره. یه دقیقه منتظر اونیم تا آتیش بیاد این سمت. پلیس هم داره همین هم دنبالمونه. بچه ها منتها با که ماشینم خاموش شد. خب ما الان تنها کاری که میتونیم بکنیم فراره و اینکه یکی از پلیسا رو بکشیم. هیچ کدومشون رو نکشم، فقط افتادن زمین. خب یکم وقت میکردم. خب آقا من تصمیمم، بفرما بکش. خب بچه ها ما مردیم تا یه جایی عمل کردیم دیگه. آره چالش همین بود دیگه، از اونا شد. خب چیکار کنیم دیگه کاری که باید میکردیم و کردیم. خب بچه دوباره زنده شدیم. ولی یه ویدیو همینجا تموم میشه بچه ها، دست همتون درد نکنه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی، دست همتون درد نکنه. مرسی. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. عشق کنه در هر صورت دست شما درد نکنه. و اگر چالشی مد نظرتونه که من انجام بدم، یا مثلا میگید من کاری انجام بدم، یه کاری انجام بدم، اونو حتما بریم توی کامنت ها بگید که من همون چالش و همون مأموریت رو مثلا انجام بدم. بچه ها اینم همیشه آخر ویدیو هم مثل اینطوری میکنیم. بمون اینجا پر از سگ. یه بار دیگه هم تا نمیرم من فیل نمیکنم. بچه ها هر چالش مد نظرتون بود حتما بگید که من بدونم با اونا رو انجام بدم. یادتون نره بگید. بعد اینکه چند سابسکرایب کردید زنگوله بغلش رو روی آل بذارید که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده که مناطق ویدیو گذاشته و بیاد نگاه کنید. 4 ستاره پلیس دنبالم، 4 ستاره. وقت نمیتونم من رو بکشم. بنازم هلیکوپتر رو از هوا زدم. اوه یه دونه دیگر هم زدم. خب بچه ها من تا دوباره مرد. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید، دست همتون در نکنه. مرسی تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.